حمله تلافی‌جویانه بر خاک پاکستان. قل اردوی کویته هدف قرار گرفت. منابع امنیتی گزارش می‌دهند که نیروهای افغان امروز حوالی ساعت 11 پیش از چاشت یک قل اردو در شهر کویته را هدف حمله هوایی قرار دادند. بر اساس اطلاعات اولیه این حمله در واکنش به بمباران شب گذشته انجام شده و به گفته منابع به عنوان یک اقدام تلافی‌جویانه ارزیابی می شود. جزئیات بیشتری در مورد نوع تجهیزات استفاده شده یا میزان دقیق خسارات تا این لحظه منتشر نشده است. گفته می شود که پس از وقوع این حمله تدابیر امنیتی در بخش‌هایی از شهر کویته افزایش یافته و نیروهای نظامی پاکستان در حالت آماده باش قرار گرفتند. با این حال مقام‌های رسمی دو طرف تاکنون در مورد ابعاد دقیق این رویداد و احتمال تلفات انسانی اظهار نظر نکردند.